علیه سلام علیکم. علیکم سلام، خوش آمدین به برنامه صدای مردم. بفرمایید. اکجان ما خیلی غریبی زنگ میزنیم و خیلی فدراسیون روسیه ما یاد صحبت داریم یاد گفتنی داریم. بفرمایید. همه بچه‌های گاب میزنن مثال میگن که امام علی رحمان خیلی کدای رستم جان خیلی کدای اما یکمش که همش یا سگی بهبهیان کدام لوبای تایم مردم تاجیکستان ابو که کدام یا مثال ای گرانیسا یا افغان یا ملت دیگه در اومده دادروی خونهشون اپاش و اوچاش یگون کورکاگیه خونه کی در اومده یگون ای گرانیسا خونه کی در اومده که مثال یگون کور اپا اوچاش کاگیه اوزود میرای لوبای مملکت میو یک از کور نمیگیره لوبای ملت تاجیکستان میره و دکمین میکنه در لوبای دولت مثال میریم و مثال پتن میکنیم یک از تاجیکستان میره و روسیه عوام مثال میکنن دکمین میکنن چی بعد جنوب بیولی مثال قسم خوردگی نیست که من 9 میلیون اهالی تاجیکستان ما زن میتونم شو میتونم 9 میلیون در گردن ما جنوب بیولی نه قسم خوردگی که من نمیمونم که عوام بیا اپا و خواهر ما اتراز اینو کنه خطایی کدای کو؟ کی کدای؟ خطایی گوش که همه کدامش گاب زنن این اخچون نر میگیرن بیا من اینمی حاضر یک مقاله را برات نشان میدم که چگونه در حق زن تاجیک خیانت میکنه. نشان بدین. مایل ما اختو گوش کنین تی یگان که او یک کسی دیگه کسی میسونه ایجاد احوالی تاجیکستان 9 میلیون نه گفتی که یگان کس نامده است چیکار نکرده است. چی خیلی بده شوخی کردی؟ کی کرده و بعد چی مثلا نه در مسکو در تاجیکستان یا زنی روسی میگیرن بعد چی یا میرن یا دیگه مثلا میرن در مثلا در ترکیه در مثلا افغانستان میرن زن افغانی میگیرن تاجیکو بعد چی جای یگان چی نیست خدا بعضا مورد کو همین بعضی جوانو را ایدئولوگ شده همین ناموس گیجوده میسته. تو چه اجازه میدی که یک اجنبی میبیو یک زن مسلمان خواهر مسلمان تاجیک تجاوز میکنه میره تو میگوی بعد چی چه اجازه میدی ابا چه تجاوز کاگی نیست ای برادر او با او تجاوز او توی کداگیان یگان که تجاوز کاگی نیست برادرگی پدر و مادریان وای ما با دیگه شخصیت کار ندارم لیش نخونه ما با منن دیگه کس کار ندارم ما ای جناب اولی ای رستم جان ای دیگه و دیگهش ای گرینی روزیم ای همش خداوند عمر همش خود از تاجیکستان زنگ بزنی از روسیه ما ای مسکو زنگ زدم او چی گناد میکنی ما رنگ تد ما دورنی کار میکنم ما 25 وای بحالت ما ای سهر تو بگه والله قسم دورنی کار میکنی دورنی ساعت فویزه الحمدلله دورنیم پدر مادر ما زنگ میزنه 100% ای امام علی رحمان ای وطن ای نام خرسانشون ندن دولت قضیه هویدایی که 6 ساله که تجاوز شد برای تا امروز همون قضیه همون رستم همون رستم جان مسکو اومد چرا همین قضیه را حل نکرد گپ زما شما را گوش داد همون رستم جانی که میگوی مسکو اومد چرا یک بار همین قضیه را بلند نکرد وا نخور با پدر همون نفر من مسئله را ببینم چرا ها آخی گوش کنین رزق ما را رزق ما پروردگار از طبیعی است دیگه آخی بعد همین رزق ما فقط همین خداوند رزق ما در همین خونه داری روز داده ای بچه همین پروردگار همین رزق ما را در خونه داری عروس داده است خیلی بده است فقط ما داده چون بچه را ما راست نداست خداوند در داری عروس بچه پروردگار در یگام اسمش نعوذ بالله خودش یعنی ظالم بیان نمیکنه نامش در 99 اسمش غفور است رحیم است حلیم است کریم است مهربان است پس این ظلم وقتی بالای ملت میبیه از کجا است ظلم بالای تجاوز 5 ساله اومد آیا رزق پروردگار هیچ چیز خواسته بود چه بودین آخه گوش که تو گوش کنه ایش همه مردم تاجیکستان نسم دلی مثل بعضش نمیتره ایپشنه همه دولتی ما ایپشنه مثل سکتروی هستن به میکنن به عقلن ما ایجا دکزد میکنم
بعد چی ای خطای میان ای امریکا میان ای دیگه دولت ها میان در تاجیکستان کار میکنن او آدمی کار میکنه در تاجیکستان رزق همی و کار میکنه فهمیده سی ما در مسکو هم کار میکنم هم میخونم اگر ما بگم کار کنم ما سمیه ما بخونم پشونم ما الحمدلله همه سومی میوام که در هم تاجیکستان روز ما برم نه پس همیجا خود همی الحمدلله و بسم الله و ماشاءالله میگوی یعنی نفر دینی خود معرفی میکنی همی رحمت پروردگار همیجا گجا میشود که وقتی که تا این اندازه ظلم بالای ما میبیا که دختر 6 ساله تجاوز میشود 3 سال قضیهش طول میکشه هیچ دادگاه به دادش نمیرسه پس همین هم خواستی پروردگار بود چی بود؟ تو بدرو در دیگه دولت ها چندها دودم هم خیلی که در نصیبش بدایم من میگم که همیرم یعنی که پروردگار همین نقشه را کشیده بود که باید همین به آخی یه دقیقه صبر کن یه دقیقه گوش کن یه دقیقه صبر کن یعنی پروردگار در همه قضیه هویدا کشیده بود که هویدا 6 ساله میشوه در روسیه میروه تجاوز میشوه یعنی همی بود نقشه پروردگار نه البته گناهگار نکنید پروردگار نعوذ بالله پروردگار را به این اندازه نبره گناهگار نکنید بچه خداوند آوردین در یک جای درست کردین که در تمام ظلمی که بالای ملت میبیاد تجاوز هم میکنن پروردگار را گناهگار میبرین غارت هم میکنن پروردگار گناهگار بچه مدام که پروردگار میگه من غفورم رحیمم حلیمم کریمم مهربانم مدام به این قدر بزرگی ذکر میشوه پس در یک سمت دیگر وقتی ملت تجاوز میشوه پس همو حلیمی و غفوری پروردگار گجاده میمونه چرا ما پروردگار را گناهگار میکنیم در اینجا ما گناهگاریم ما مردم بناموس شدگیم من 100% دوار نکم خیلی هویدا را تجاوز کردن او قضیه او چی تقدیر نصیبش بود همین خیلی در همین مسکو ما دیدگیم بعد چشمم در مسکو ما دیدگیم شنیدگیم در امریکا در ترکیه ما شناسایی دارم من کار ندارم در امریکا بحث سر ناموس تو برای جوانی مسلمان تاجیک است تو ناموس بدار نشد وقتی دخترچه 4 ساله بس یه دقیقه وقتی دخترچه 6 ساله تجاوز شد تو ناموست بدار نشد یک پیغامی نکردی دلت نسوخت به همون دختر کم ترک گفتن شما مرا بگوش میتونی اول همین سوال مرا جواب ده هیچ ناموست لااقل کم ترک بدار نشد ما والله قسم برای هویدا گریه کردیم شهردار دوشنبه که میگی 100% آمد برای چی نرفتی بگوی شهردار این همین نفر 3 سال شد پدر همین عذاب میکشه همین قضیه را ببین رفتی گفتی یک بار مرا گوش میکنی نه رفتی گفتی یا کی نه رفتی گفتی یا کی نه نه من نگفتم انا گوش میکنی خب در لوبای مملکت این واقعی نشد که هم هویدا گپ زدیم لوبای مملکت هم میتونه هم گپ هست کردستان در مسکو هم 6 تا داشته گویدستان در دیگه دولت به تحقیق گپی قبل نگو من 100 بار میگم خودتون ایشون نتین شکرانه الله کنین التماس مردم شکرانه الله کنین دیم شکرانه امام علی رحمان کنین که اپا ما اترا اومده افغان در پیشمون پلون اکا یا زینون اکا رومای رفتستان شکرانه کنین که پدر مادرمون تنج در آرامانه در دوشنبه زیبایی مثال در اکی نمی من نمیدونم همین روسیا بگو در کدام کشور دنیا در افغانستان است قوای برق نمیمونه چرا در تاجیکستان میمونه خیلی اوکی شما همه چی بخواست پروردگار همین چیز یعنی بخواست خدا سوید میمونه چه خیلی اتای مرا ایچو پنسا میتا اوچایت را ایچو پنسا میتا پدر مادر هم تاجیکستان تو سوال مرا پنسا را کنار بگذاره بر پدری او حکومتدار نلت که به خاطر پنسا قوای برق در افغانستان بفروشه مردمش یک ما در تاریکی بسته آخری ما 300 زون 500 بدن همیه دولت داری شما تو فکر سیوت نکنید سلامت باش تشکر زیاد بیچاره همه خمی فهمی آخه تو من دانشجویم بر پدری همون دانشگاه نلت که همین خیلی دانشجو تربیت میکنن باور که بعضا موارد نمیدونم همین عصبی میشه خیلی دانشگاه هست نمیدونم گوسپند تربیت میکنن بعضا موارد بزغاله تربیت میکنن میگه که 500 میگیره بچا
نه حکومت آقای سویت بفروشه مردم شب تا سحر بدون برق زندگی کنه آخری ماده 300 سوم پنسج بده او من بدانم که 3000 یورو 500 داره او مردک من بدانم که 3000 یورو معاش داره من میگم خیلی بک سویت من یک گنراتور میخرم اون شو برای بنزین معاشره میگیرم سر میده روستا بگره خونه خوای برق داره آقای 500 سوم معاش میگیره تو خدا یک زنی راهرو 700 سوم 500 سوم 300 سوم معاش میگیره تو کجا دوام میکنی من دانشگاه هم با در روسی هم خونم میگه واه اونای وقتی خدا سرشته بکنه یا که همین مرا سرشته کنه یا که همین ҷоплус ها که من نمیدونم مشکلی دما یا که مشکلی در همین شخصای کور سواد و کم سواد هم میگن تحقیر نکن بعضا مورد آخه ملت یا تحقیر میکنن واقعا او ҷоплуси کلانش میگه که یک نفری به عقل نبوده که رستم شهردار شد تحقیر در حق ملت میکنن